حریق‌سازی بیش از 700 کیلوگرم تریاک و انواع گوناگون مواد مخدر در تخار. مسئولان مدیریت مبارزه با مواد مخدر فرماندهی امنیتی تخار میگویند در 6 ماه پس این صدها کیلوگرم انواع گوناگون مواد مخدر را عملیات‌های جداگانه از مرکز و ولسوالی‌های 16 این ولایت از نزد قاچاقبران و فروشندگان کشف و ضبط کرده و در هماهنگی با اداره مسئول به گونه کامل آتش زدند. تقریبا 240 کیلوگرم چیزی چرس دی او 111 کیلوگرم هغه دی چرس دی پکې او 240 کیلوگرم تریاک دی او 4 کیلو شیشه ده او 3000 تابلیت کی دی او په مقدار دی 1500 لیتره شراب دی. دغه د 1400 په مرکز په شمول د مرکز او 1400 ولسوالۍ کې دا موږ نیولې دي او نن عملا دلته سوزو. از سوی همشماری از عضو کمیسیون حریق‌سازی مواد مخدر برای قاچاقبران و فروشندگان هشدار می‌دهند که به هیچ کس اجازه نخواهند داد تا دست به قاچاق و فروش مواد مخدر بزنند. در مورد مواد مخدر حکمشان یک مرحله‌ای است. قبلا بود تا 3 محکمه را صلاحیت داشت که اینا دوسیهشان پیگیری شود. الحال بعد از یک متحدالمآل آمد دیگه اصولنامه جزایی هم که در تحت همون متحدالمآل است حکمشان یک مرحله است. بار دوم دیگه برایشان حکم داده نمی شود، یعنی به یک محکمه ابتداییه حکمشان قطعی میشه. یک اقدام بسیار خوب و نیک است از طرف مدیر صاحب مواد مخدر و حاصلان حکومت فعلی که جوانان از معتاد شدن به مواد مخدر جلوگیری میکنه و طی 2 روزی که جمع آوری کردن تعداد مواد مخدر و مخزونینش تحت نظارت است. این را حریق کردن. امروز در حضور داشت مردم قریه و قصبات. ما بسیار اظهار خرسندی میکنیم از حکومت امارات اسلامی که در قبال مواد مخدر و کسایی که ایرا قاچاق میکنن جلوگیری میکنه و ایرا حریقش میکنن. حکومت در قسمت دستگیری خرده فروشا و اینا رو جلوگیری بکنن، مردمای محل همکاری بکنن همراه حکومت امارات اسلامی. به گفته مسئولان مدیریت مبارزه با مواد مخدر فرماندهی امنیتی تخار، مواد آتش زده شده شامل 748 کیلوگرم تریاک، 111 کیلوگرم چرس، 595 لیتر شراب، 3357 قرص تابلت، 100 گرم پودر و 5 کیلوگرم کریستال که با حضور داشت هیئت موظف با آتش کشیده شده و نابود گردید.